استاج دواد که لبرز عبدالغفور دانشور و اوی پیامی کمیته همبستگی بلوچستان من پیشکش کرد. با درود و احترام، امروز با افتخار 22مین سال روز تأسیس حزب حیات آزاد کردستان پشاک و همچنین 78مین سال روز میلاد خجسته رهبر اندیشه و مقاومت عبدالله اوچالان این شیر در زنجیر را گرامی می‌داریم و این مناسبت را صمیمانه تبریک می‌گوییم. این روز ارزشمند فرصتی است برای تأمل در مسیر پرفراز و نشیب وارداتی که پشاک در طول بیش از 2 دهه پیموده است. مسیری که بر پایه اراده مردم، آرمان آزادی، عدالت اجتماعی و همزیستی دموکراتیک شکل گرفته و تداوم یافته است. بی تردید واردات پشاک بخشی جدایی‌ناپذیر از پیکار مستقل‌تر خلق‌های تحت در ایران است. خلق‌هایی که سالها در برابر تبعیض، سرکوب و بی‌عدالتی ایستادگی کردند و برای دستیابی به حقوق بنیادین انسانی و حفظ هویت فرهنگی خود تلاش می‌کنند. این مبارزه مشترک نماد پیوند عمیق میان ملت‌ها در راه آزادی، برابری و کرامت انسانی است. ما در کمیته همبستگی بلوچ‌های نروژ با ارج نهادن به ایستادگی و فداکاری تمامی واردان راه آزادی بر این باوریم که همگرایی، همبستگی و گفتگوی سازنده میان خلق‌ها میتواند زمینه‌ساز آینده‌ای روشن‌تر برای همه مردمان ایران باشد. تجربه وارداتی پشاک نیز در این مسیر الهام بخش بسیاری از جنبش‌های عدالت‌خواهانه بوده و نقش مهم در ارتقای آگاهی سیاسی و اجتماعی ایفا کرده است. در این روزهای پرمعنا یاد و خاطر تمام جانباختگان راه آزادی را گرامی می‌داریم و بر این تداوم تلاش‌ها برای دستیابی به صلح پایدار، دموکراسی واقعی و برابری میان همه ملت‌ها تأکید می‌کنیم. آرزوی موفقیت استواری و تداوم راهی که به آزادی و عدالت می‌انجامد. با سپاس به احترام کمیته همبستگی بلوچ‌های نروژ، جنین زند آجویی، بشی کردستان، بشی بلوچستان.